محمد رفیق نظری از کارنر سرخ و جلیل صبور جلیلی داخل استیج میشن. کف بزنیم افتخارشان. محمد رفیق نظری و صبور کف بزنیم افتخارشان. ماشاءالله. محمد رفیق نظری با کارنر سرخ برنمایندگی از اولین راند مسابقه رسما آغاز میشه. داور مستر استاد پیرمرد مردم که چندین سال قضاوت داوری وسط قفس نبایده محمد رفیق نظری از یک طرف صبور قطر کوشش میکنن تکنیک های تراوانی و بله صبور خطر آماده گرفتن سبمیشن بله سبمیشن اوت میخواه بگیره بله از دوچاشان خواهش میکنیم که در قسمت خود در قسمت رینگ نزدیک نشن زیادتر و قسمت که در پایین قرار بگیرن رفیق نظری در قسمت بالایی قرار گرفته کوشش میکنه مشتای هم به صورت علیک میگذارد
مسابقه میان سبور خطر ترنزکار و همچنان از فیزیکی و استعداد خوب برخورده است. محمد رفیق نظری با کارنر سرخ و همچنان یک کشتیگیر است. نظر شما چی است؟ روند اول مسابقات است میان از تو؟ به نظر بنده دو شما پرفورمنس کرده بستن نمراتشون دوباره کنار داشتن نمراتشون خوشم میدارن. از نظر بنده پرفورمنس برابر است و نمیتونن که عرضشون خوب درست هستن. یکیش پهلوان یکیش هم پرگزنکار. ببینیم کدومش برنده میشه. محمد رفیق نظری دست راست خود را بر صورت حریف برگردن قفل کرد با دست چند ضربات قدرت سبور خطر میزند و همچنان سبور خطر کوشش میکنه خود از این حالت نجات بده. اگر نجات نده در حالت بد قرار داره امکان داد به پیشن موت محمد رفیق نظری بده و علی آمده باشد و میدلای اسماعیل با کارنر سرخ، ناصر صافی با کارنر آبی اردشان آمده باشد. اول میان محمد رفیق نظری از خوی از بلد سالیات سبور خطر از شهر میمنه. بله بیننده های عزیز راند دوم مسابقه شروع میشه. باز هم محمد رفیق نظری مقابل سبور خطر در راند دوم آماده مبارزه هستند. بله شروع راند دوم میانه بدون استرس موندا اما کسی که داخل میشه با دو تا مرحله تقریبا طرف حمله میکنه و راند بعدی با دو تا مرحله چیه تحقیق داره باز برای سمت تحقیق داره نقطه این مرحله به خود بچه ناسایی یعنی پیشنهاد نیست سرده استرس میزنه اما خودمونه یا دبل استرس میزنه این داری با اون خیلی دارم سرکشن زده آوری خودی آدم نمیستیم
نظری با کارمند سرخ از ورزشکاری روی ولایت فاریاب سوار خطر از شهر میمنه ولایت فاریاب. جوره بعدی با امیدوار اسماعیل زنی با کارمند سرخ نماینده از ولایت نیمروز در مقابل ناصر صافی نماینده از ولایت غرب وارد قفس بشود. دوستان عزیز اینا نقل دوم فکر میکنم پایان راند دوم. از دو در راند دو خسته شدن و این قسمه که اطلاع داریم هر دو در دقیقه 90 با هم جوره شده بودن و مسابقه بعدی ما رسما شروع می‌شود. محمد رفیق نظری یک کشتیگیر خیلی خوبی است در میادین پهلوانی رزمیده و کشتی نمودن و همچنان صبور خطر یک فرنزگار از دست و پا و فیزیکی خوب هردویشان برخوردار است ولی در استاد پا فکر نکنم منافع محمد رفیق نظری باشه. اگر رفیق نظری میخواهی مسابقه را به نفع خود ببره باید مسابقه روی زمین اینها پیدا بکنه و بتونه حریف خود را به چالش بکشد. نظر شما چی است آقای رسا؟ چیزی برام از شاگرد پایان است. یعنی دیگه هستیم آرشان فوق شده یا این برنامه یا به تفاوت آرش اکرم آیا به تفاوت
بله جناب استاد عبدالملک زایی پدر ورزش رسمی فاریاب احتراماً تقاضا می‌کنیم در جایگاه تشریف آورده مدال قهرمان را استاد رفیق فانزی با کانال صبح قهرمانی از امروز ناصر صافی از ولایت بلخ با کانال آبی با هم روبرو میشیم. تشکر میکنم از رئیس و مسئول تدریسی ولایت بلخ جناب استاد نثار احمد فیضی عزیز و معاونشان جناب استاد عبدالوهاب